بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رهایش کنید. رهایش کنید. رهایش کنید. رهایش کنید. رهایش کنید. رهایش کنید. بیراقا درنده خواه. رهایش کنید. درنده خواه او را رها کنید. رهایش کنید. سپاش
حواست خودت باش. مراقب باش. جناب یعقوب بیدار شوید، بیدار شوید جناب یعقوب. چه شده یا نبی خدا؟ گویا خواب میدیدید. صدایتان تا اتاق مجاور می آمد. آری، خواب رعب‌آوری بود. چند گرگ کودکی را دنبال کرده بودند. آنها کودک را در شکاف زمین سرنگون کردند و قصد دریدن او را داشتند. آن بچه که بود؟ او را نشناختید؟ دور بود، چهرهش را ندیدم، اما تقریباً در قد و قامت یوسف بود. نبی خدا حتما تعبیر خواب را می‌دانند، وگرنه این همه نگران نمی‌شدند. بلا و مصیبتی در کمین خاندان یعقوب است. خداوند بدی هیچ بنده ای را نمی‌خواهد. این بندگانند که با شیطان هم پیمان می‌شوند و بر سر راه یکدیگر دام می‌گسترند. خواب موجب آرامش خاطر می شود. قدری استراحت کنید. خداوندا، به تو پناه میبرم. عجیب است. جاد، اشیر، شما این همه سر و صدا را دیشب نشنیدید؟ نه، ما دیشب خواب بودیم، متوجه چیزی نشدیم. من یک لحظه بیدار شدم ولی چیزی نشنیدم. دیشب از سر و صدای پدرتان بیدار شدم. خواب میدید. بیدارش که کردم گفت در خواب 10 گرگ را دیده که به کودک هم قد و اندازه یوسف حمله کردند و او را در گودالی انداختند. نیمه شب بیدار شده بود و یوسف را نوازش میکرد و او را میبوسید. پدر اون کودک را نشناخته؟ میگفت چهرهش را ندیده، اما معلوم است که یوسف بوده، وگرنه بیدار که شد دست بر سرش نمیکشید و او را ناز و نوازش نمیکرد. اگر آن کودک یوسف بوده، حتما آن گرگا هم ما برادران بوده ایم. خیلی خنده دار است که پدرتان شما را چون گرگ ببیند. یعقوب میگفت در خواب دیده که 10 گرگ به کودکی که شبیه یوسف بوده حمله کردند و او را در شکاف زمین سرنگون نمودند. این که خواب بدی نیست. تو را چه شده بلهه؟ یعقوب فرزندان ما را چون گرگ دیده. تو این خواب را خوب میدانی؟ گرگ هایی که یوسف را میدرند گرگ های بدی نیستند. خود بچه ها باید کاری بکنید. خود بچه ها.
موضوع چیست؟ گمان میکنم که بدانم. و تا شبها هم به فکر یوسف است. در خواب هم یوسف می‌بیند. هر کجا می‌رود او را با خود می‌برد. می‌خوابد، با خود می‌خواباند. بیهوده جنجال مکن یهودا. ما که هنوز نمیدانیم دقیقا پدر چه خواب دیده. در ثانی یوسف مثل ما جا و مکان و مادر ندارد. پس پدر مجبور است او را هر شب با خود اینجا و آنجا ببرد. ما دقیقاً میدانیم پدر چه خواب دیده. او در خواب ما را شبیه گرگ مشاهده کرده است. گرگ هایی که یوسف را میدرند. سلام پدر. شما نباید هر که هرچه گفت بپذیرید و بر سر آن جنجال بپا کنید. مادرم میگوید شما ما را در خواب به شکل گرگ دیده اید که به یوسف حمله کرده ایم و اینطور نیست. من فقط در خواب دیدم که چند گرگ به کودکی حمله می‌کردند. نه آن گرگ‌ها شبیه شما بودند و نه آن کودک شبیه یوسف. چون من اصلا چهره آن کودک را در خواب ندیدم. 10 گرگ معلوم است که ما 10 تنیم. من تعداد گرگ‌ها را در خواب شمارش نکردم. شما از کجا فهمیدید 10 گرگ بودند؟ من همه شما را دوست دارم. از زحمات شما همیشه سپاسگزار بوده و قدردانی کردم. اما نمیتوانم یهودا را که اینک جوانی برومنده است همچون کودکی بر زانو نشانده و او را نوازش کنم. میتوانم؟ آن زمان که شما کودک بودید همچون کودکان به شما محبت کردم. بر روی زانوی خود نشاندم، در کنار خود خواباندم. شما آن زمان هم محبت پدر را دیدید هم محبت مادر. یوسف و برادرش هرچه محبت ببینند باز هم به پای شما نمیرسند. از شما که اینک جوان برومندی هستین انتظار نداشتم که خود را با کودکی مقایسه کنید. جاد، اشیر، از مادرتان سوال کنید که دیشب چگونه شما را ناز و نوازش میکردم. آری، من دیشب بیدار بودم. دیدم که رو انداز من و جاد را انداختید و دست بر سرمان کشیدید. پیشتر هم به شما گفتم گفتار و افکار شما نشانه حسادت است. این افکار شیطانی است. اجازه ندهید نمامان و بدخواهان آتش حسادت را در وجود شما شعله برگردانند. پدر، ما دوست داریم با یوسف بازی کنیم. شما چرا اجازه نمیدهید؟ من اصلا مانعی نمیبینم. او برادر شماست. چرا نمیتوانید با او بازی کنید؟ اطمینان دارم که او هم از بازی با شما لذت خواهد برد. پس ما همکنون میتوانیم با یوسف بازی کنیم؟ چرا معطلید؟ عجله کنید. شما نمیخواهید گوسفندان را به صحرا ببرید؟ ما رو ببخشید پدر.
به به به، چه جوانان برومند و مهربانی. خسته نباشی. چه میکنی؟ برای غذای ظهرمان شیر گرم میکنیم. نوش جانتان. ببینم میهمان ناخوانده نمیخواهی؟ شما که هستید؟ اینجا چه میکنید؟ معظمانی همین روستای مجاور است. کارم شبانی نیست. گهگاهی گوسفندانم را به صحرا میآورم. شما رو چه شده؟ مثل اینکه از وجود من در اینجا خوشحال نیستید. باید باشی؟ حق با شماست. دیدن یک غریبه کسی را خوشحال نمی کند. اما حقیقت این است که من به خاطر شما به این سو آمدم. دیدار شما به شدت موجب استعجاب من شد. شما ما را میشناسید؟ آری، همه اهالی اطراف فرزندان یعقوب پیامبر را میشناسند. پس چرا از دیدار ما تعجب کردی؟ چون دیشب شما را در خواب دیدم. باورتان میشود؟ دیشب شما را در خواب دیدم، امروز در بیداری. این عجیب نیست. دوست داریم بشنویم. برای من تعریف کن. راستش را بخواهید خواب عجیب و غریبی بود. از آن سر در نیاوردم. خواب دیدم شما 10 برادرید و کودکی را بر روی تختی روان حمل می‌کنید. گویی همه شما برده او و او ارباب شما بود. گاه می‌دیدم که همان کودک بر عرابه‌ای سوار است و شما 10 تن چون 10 اسب عرابه را حمل می‌کردید. گاه می‌دیدم که او بر کرسی نشسته و شما 10 تن را به زنجیر کشیده است و شما برای او شبانی و مزرعه داری می‌کنید. مثل اینکه با تعریف خوابم شما رو ناراحت کردم. ولی خواب چیز مهمی نیست. به آن بها ندهید. بهتر است بروم. عجب قیافه کری و زشتی داشت. پس شبان کو؟ به این صورت که نمیتواند از اینجا رفته باشد. یعنی غیب شد؟ نمیدانم. شاید به زمین فرو رفت. نمیدانم که او که بود. ولی حرفایش مرا به فکر فرو برد. خواب او شبیه خوابهای یوسف بود. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام پدر. خسته نباشید. سلام پدر. خسته نباشید. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر تو فرزند. چه شده؟ گویا نزاع کرده ای؟ آری، با فرزندان شما. چرا؟ آنها مزرعه ما را تخریب کرده در آن گوسفند شرانیدند. به آنها اعتراض کردم، مرا به باد کتک گرفتند. یهودا، شمعون، لاوی، بیایید. چرا گذاشتید احشام مزرعه این جوان را تخریب کنند؟ مانع گوسفندان که نمیتوان شد پدر. حالا مگر چه اتفاقی افتاده؟ چرا او را کتک زدید؟ می توانی آنها را قصاص کنی. یا نبی الله، من از آنها گذشتم. ولی بگویید پس از این گوسفندان خود را برای چرا به مزرعه ما نیاورند؟ میگویند ما صاحب کنعانیم، هر کاری بخواهیم میکنیم و هر کجا بخواهیم میچرانیم. چه کسی این حق را به شما داده است که در مزرعه مردم گوسفند بچرانید؟ چه کسی به شما گفته است که صاحبان کنعان ما هستیم؟ پسرم،
من از تو پوزش میخواهم. قول میدهم که دیگر احشام ما به مزرعه شما آسیب نرساند. من خسارت مزرعه شما را خواهم پرداخت. ما اشتباه کردیم. پوزش میطلبیم پدر. یوسف پسرم، بیدار شو، بیدار شو. سلام پدر. سلام عزیز پدر. گویا خواب میدیدی نه؟ آری، خوابی عجیب. از آنها که گفتی برای کسی نگویم. حتی برای پدرت؟ در کنار گوسفندان نشسته بودم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. این گونه بود که یوسف به پدرش گفت پدر جان، من در خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که به من سجده می‌کنند. محو تماشای ستاره ها و ماه و خورشید بودم که بیدارم کردید. حدس تو درست بوده پسرم. این خواب را برای احدی نباید بگویی، مخصوصاً برادرانت. نادانند.
و غرور جوانی آنها را به حسادت وامی دارد. به خواهر و نامادری هایت نیز نگو، آنها همه را با خبر خواهند کرد. خورشیدی که قرار است روزی به تو سجده کند، همینک در مقابل تو زانو زده است و ماه و 11 ستاره نیز روزی در برابر تو به سجده خواهد افتاد. تو روزی بزرگ خواهی شد، هم به مقام مرتبت و هم به جایگاه معنویت. آن روز پدر و مادر و همه برادرانت در برابر تو سجده خواهند کرد. ولی تا آن روز از گفتن خوابت به شدت اعراض کن، مخصوصاً برای برادرانت. ممکن است به تو حسادت کنند و برایت دسیسه کنند. دسیسه؟ آنم از طرف برادرانم، فرزندان فرستاده خدا. از قدرت شیطان غافل مشو فرزند. شیطان برای انسانها دشمنی است آشکار و فریبشان میدهد، حتی اگر فرزندان انبیا باشند. خداوند تو را برای خود برگزیده است و علم تعبیل خواب را به تو ارزانی خواهد داشت و نعمتهایش را بر تو و خاندان یعقوب تمام خواهد کرد، همان گونه که بر پدرانت اسحاق و ابراهیم اتمام نعمت کرده و به آنان جایگاه امامت و ولایت عنایت فرموده. سلام پدر. سلام دخترم، خسته نباشی. بنج. من برایت گندم بیاورم. پدر شما را کجا برده بود؟ به زیارت مزار مادرم. راحیل رفته بودیم. با من چه کار داشتی؟ دیشب یعقوب جانشین خود را تعیین کرد. گفتم شاید شما هم مشتاق دانستن باشید. خب خیالتان راحت، از فرزندان من و شما نیست. یوسف فرزند راحیل. واضح‌تر سخن بگو. موضوع چیست؟ من از جایی بیدار شدم که به یوسف میگفت خوابت را برای برادرانت نگو. تو فرستاده خدا و وارث اسحاق ابراهیم هستی. و از همه شنیدنی تر این که میگفت تو سرور و بزرگتر برادرانت خواهی شد و آنها به تو سجده خواهند کرد. و خود در برابر یوسف زانو زده بود و او را میبوسید. اگرچه دوست داشتم جانشین یعقوب از فرزندان من باشد، اما اگر نبی خدا این گونه میخواهد، من نیز تسلیم هستم. یعنی تو میتوانی سروری یوسف بر فرزندانت را تحمل کنی؟
چاره ای نیست. اگر تصمیم یعقوب این است میپذیرم. شما هم بهتر است همین کار را بکنید. ولی من این مطلب را نمیتوانم من هم گمان میکنم باید اطاعت کنیم. بانولیا حتما درست میگویند. ما باید از فرامین رسول خدا اطاعت کنیم. امیدوارم برادران یوسف این انتخاب را بپذیرند. تو چقدر ساده ای. همه چیز را که نباید به لیا گفت. بنشین، باید کاری کرد. ما باید با فرزندانمون صحبت کنیم. کجا می رود او را با خود میبرد. می خوابد با خود می خوابد. یوسف خواب دیده. خواب سروری بر شما را. مطمئن باشید. این که کاری نداره. از یوسف میپرسیم. فکر میکنید اگر خواب دیده باشد میگوید؟ آری یوسف دروغگو نیست. اگر دیده باشد میگوید. برویم. یهودا صبر کن. یوسف. بله برادر. تو میدانی که ما برادر خوب و مهربانمان یوسف را دوست داری؟ من هم شما را دوست دارم. راستی یهودا، من کی مثل شما بزرگ میشوم؟ تو بزرگ هستی و از بزرگی و جایگاه بالای خود نزد پروردگار به خوبی باخبری. منظور شما کدام جایگاه هست؟ همون که دیشب در عالم رویا نشانت دادن. خواب را به یاد داری؟ خوابی که خودت دیدی؟ ما وقتی فهمیدیم تو خوابی دیده ای که نشانگر رفعت درجه و مقام توست خیلی خوشحال شدیم. پدر به شما گفت که من خواب دیدم؟ آخر من به جز او به کسی نگفتم. نه پدر که نگفت، من خودم شنیدم. نیمه شب که به حیاط آمده بودم متوجه شدم که پدر به تو میگفت خواب خود را به کسی نگو. گفت که تو در آینده جایگاهی والا خواهی یافت. خب خوابت را برای ما خواهی گفت؟ پس این را هم شنیدید که پدر گفت خواب خود را با کسی نگویم. چه اشکالی دارد؟ برادران تو میخوان در شادی تو شریک شوند. میدانم که مرا دوست دارید و شاید گفتن خواب برای شما اشکالی نداشته باشد، اما از فرمان پدر نمیتوانم سرپیچی کنم. به پدر خواهم گفت که تو قصد زدن یوسف را داشتی. بس کن دینه. یهودا که قصد زدن نداره، فقط از دست یوسف کمی خشمگین است. یهودا چرا ناراحت شد؟ مگر تو به او چه گفتی؟ چیزی را که او میخواست نگفتم. خوابم را. آنها از کجا میدانستند که من خواب دیدم؟ جز پدر کسی نمیداند. به پدر خواهم گفت که یهودا میخواست تو را بزند. نه نگو. چرا؟
من برادرانم رو دوست دارم. نمیخوام پدر از آنها رنجیده شود. راستی دینه، چرا یهودا من رو دوست ندارد؟ در حالی که پدر میگفت برادران باید یکدیگر رو دوست بدارند و به همدیگر احترام بگذارند. بله، زلفا، بیا، بیایید گندم آوردم. سلام پدر. سلام دخترم. سلام. خسته نباشی. بجی. خسته نباشی. بله، دستاس را آماده کن که آرد برای خمیر نداریم. اولین گونی و گندم امسال. به زحمت کاهدانه را از یکدیگر جدا کردم. بیا بسرم. پدر، برادرانم همه میدانند که من خواب دیدم. از کجا فهمیدند؟ نمیدانم. آنها از خواب من پرسیدند. وقتی پاسخ نگفتم بر من پرخاش کردند. بله. بله یا نبی الله. تا کنون چندین بار شاهد نمامی ها و آتش افروزی های تو بودم، ولی سکوت کردم به این امید که دست برداری و خود را اصلاح کنی. اما ظاهراً مثل این که تو تصمیم گرفته ای تا برادران را به جان یکدیگر نینداخته ای آرام نگیری. من نمیدانم نبی خدا از چه سخن میگویند. من بیگناهم. من دیشب در جوار سرای تو بودم. یوسف آنجا خواب دید و همانجا برای من تعریف کرد. به غیر از من و یوسف احدی از این ماجرا با خبر نبوده. جز تو چه کسی میتواند این خواب و تعبیل آن را شنیده باشد؟ ولی من سوگند میخورم که دیشب دروغ میگویی. دروغ میگویی. من دیشب متوجه صدای درون اتاق تو شدم، خود را به آنجا رساندم، ولی چون تو و فرزندانت را خفته دیدم به شنیده های خود اعتنا نکردم، در حالی که درست شنیده بودم. تا کنون چندین بار زلفا را فریفته و به نمامی واداشته ای. یهودا و برادرانش را بر ضد یوسف برانگیخته ای. فرزندانت را به سوی کینه با یوسف سوق داده ای، اما من سکوت کردم. اگر یک بار دیگر خطاهای گذشته خود را تکرار کنی، فرزندانم را میگیرم و تو را به دیار خود به فدان در بابل میفرستم. شنیدی چه گفتم؟ نه 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 نه. با نبی خدا عهد میکنم که از این پس هیچگاه ایشان را به خشم نیاورم و همیشه از فرامینشان اطاعت کنم. مرا ببخشید، من کنیز شما هستم. من جز شما کسی رو ندارم. مرا همینجا دفن کنید، اما از فرستادن به فدان سخن نگویید. نه. تردیدی نیست که خورشید پدرمان، ماه مادرمان و 11 ستاره هم که معلوم است. پدر آنقدر به این کودک ناچیز بی مادر پر و بال داده که در عالم رویا خود را معبود و ما را ساجدین خود می‌بیند. نه فقط ما، بلکه حتی پدر و مادر خود را نیز در حال سجده خود می‌بیند. امروز کسی از اینجا بیرون نمی‌رود تا تکلیف یوسف و ما روشن شود. من همه فرزندانم را دوست دارم، اما علاقه من به یوسف به خاطر عنایت خداوند به یوسف است. امیدوارم فرزندانم این علاقه را درک کنند و همیشه با یوسف بر سر مهر باشند و عداوت نکنند. او به راستی چنین گمان میکند که بر ما و پدر مادر من برتری دارد و روزی بر ما سروری خواهد کرد. برای یوسف توهم پیش آمده. همه این خیال پردازی‌ها در نتیجه توجه زیاد پدر به او و محبت‌های بیش از حد مادر است.
من نمیدانم چرا پدر یوسف را از همه ما بیشتر دوست می‌دارد. مگر من و شما از او چه کم داریم؟ تمام زحمات اداره امور خانواده به دوش ماست. جمع‌آوری محصول و کشتان به عهده ماست. شبانی گوسفندان و نجاتشان از دهان گرگ به عهده ماست. آب آذوقه و نگهداری گوسفندان، تمیزی آغل‌ها و جمع‌آوری فضولات آنها همه به عهده ماست. آن وقت همه مهر و محبت پدر و مادرمان و سابق بر این هم عنایت و توجه عمه فائقه همه برای یوسف است. برای این کودک ضعیف و بی‌مقداری که حتی از پاک کردن آب بینی خود هم عاجز است. جلب نظر و محبت پدر کم بود؟ به تازگی هوس برتری و سروری بر ما را هم در رویاهای خویش میپرورد. من پدر را در گمراهی آشکار میبینم. همه این خطا از ناحیه اوست. ولی من سکوت نمیکنم و سروری فرزند راحیل را نخواهم پذیرفت. ما هم نمیپذیریم. اما چاره معقول چیست؟ شاید شما جسارت گفتن نداشته باشید، اما من میگویم یوسف باید کشته شود. کلمات خطرناک است. این گونه راحت به زبان نیاورید. چرا نباید گفت؟ بدین ترتیب هم پدر را به خاطر تبعیض در رفتار مجازات کرده ایم، هم فرزند راحیل آرزوی سروری بر ما را به گور خواهد برد. اگرچه من جسارت یهودا را ندارم، ولی به نظر من هم تنها راه همین است. چگونه میتوان تحمل کرد؟ از زمانی که یوسف چشم جهان گشوده همه این نظرها رو به سوی خود جلب کرده و همه این محبت‌ها رو به خود اختصاص داده است. من که صبرم تمام شده. تا کی میتوان تحمل کرد و در برابر پدر مادرمان چیزی به اون نگفت؟ مراقب باشید. قتل برادر و نافرمانی پدر گناه عظیمی است که قطعاً عذاب جهنم را به دنبال خواهد داشت. من برای آن هم راهی دارم. توبه. چند روزی که از کشتن یوسف گذشت از خداوند طلب بخشش میکنیم. خداوند هم که بزرگ و باگذشته است ما را خواهد داشت. همان گونه که همه گناهکاران فکر میکنند. گناهی میکنیم، خطایی مرتکب میشویم و بعد توبه میکنیم. مگر جز این است؟ بعد از کشتن یوسف و جلب محبت پدر توبه کرده خود را اصلاح میکنیم. اگر خداوند توفیق توبه را از ما سلب کرد چه؟ همیشه امکان توبه برای خطاکار میسر نیست و اگر توفیق توبه نیابیم تا به ابد نفرین شده و ملعون خواهیم ماند و این ننگ در خاطر آیندگان باقی خواهد ماند که دست جمعی از پیامبرزادگان به خون برادرشان آغشته شد. من حرفای لاوی را قبول دارم، اما بیفایده است. مگر اینکه لاوی راهی بهتر از یهودا برای حل مشکل یوسف ارائه کند. مخالفت ساز کردن نقش پرهیزکاران را بازی کردن مشکل نیست. اگر میتوانی راهی ارائه کن. مگر مقصود ما جلب نظر و محبت پدر نیست؟ خب معلوم است هدف ما جلب نظر پدر است. همین. بسیار خوب. کاری کنید که چشم پدر به یوسف نیفتد. او را از پدر دور کنید. چندی که گذشت یوسف را فراموش کرده و نظرش به سوی شما جلب خواهد شد. این هم که ممکن نیست، چون پدر یوسف را لحظه‌ای از خود دور نمی کند. خب بیایید درباره این فکری بکنیم. ابتدا بپذیریم که کشتن یوسف راه چاره نیست، بعد برای دور کردن یوسف از پدر راهی پیدا خواهد شد.